تا حالا در مورد SIDS شنیدین؟ این اصطلاح مخفف Sudden Infant Death Syndrome یا مرگ ناگهانی کودکه. به دلایلی که تا حدی نامعلومه، بعضی از نوزادها در دوران 1 روزگی تا 4 ماهگی در سلامتی کامل به طور ناگهانی میمیرن. علم تا حد زیادی تونسته راهکارهایی رو نشون بده تا نوزادها دچار SIDS نشن، ولی علت دقیق این سندروم هنوز معلوم نیست. در هند باستان و کلاً اقوامی که به تناسخ اعتقاد دارن میگن که روح بعد از ترک بدن در هستی حرکت میکنه تا زمانی که درجه حرکت و ایستاییش به قدری برسه که بتونه مجدداً وارد یه بدن دیگه بشه و تکامل خودش رو ادامه بده. در واقع اونا اعتقاد دارن که روح بعد از اینکه به حد مناسبی از فرکانس میرسه در رحمی بدن مناسبش رو پیدا میکنه و از قسمت سر وارد اون جنین میشه. اما این به اون معنی نیست که این بدن انتخاب نهاییه. روح از زمانی که وارد بدن میشه تا 4 ماه بعد از به دنیا اومدن میتونه انتخاب کنه که این جسم رو میخواد یا نه. معتقدین به تناسخ میگن کف سر بچه به خاطر همین تا 4 ماهگی نرم میمونه، چون کف سر یه درگاهه، یه پورتاله برای ورود و خروج روح و بعد از این زمان سفت و سخت میشه و روح دیگه نمیتونه به راحتی از اون خارج بشه. به همین دلیل مادران در هند باستان که به تناسخ اعتقاد داشتن مدام بچه تازه متولد شده رو تو آغوششون میگرفتن و تکون میدادن و تو گوشش میگفتن این بدن خوبیه، این زندگی خوبیه، تا روح در بدن بمونه و آرامش پیدا کنه. در اشعار باستانی مادرای هندی هست که به نوزادشون میگفتن ای کوچولو، این آخرین سامسارای توه، یعنی این آخرین بدنته که در اون رشد میکنی و بعدش به نیروانا میرسی و این چرخه سامسارا تموم میشه و دیگه مجددا به دنیا نمیای. پس تو همین بدن بمون و رشد کن و این بدن رو ترک نکن. همین در آغوش گرفتن و تکون دادن بچه تا حد زیادی میتونه جلوی سندروم مرگ ناگهانی نوزاد رو بگیره، چون در آغوش مادر بدن کودک گرم میمونه و یکی از دلایل اصلی که برای SIDS مطرح میشه سرد شدن بدن کودک در خوابه. و خب چرخه سامسارا. من پرستو صادقی هستم و شما به پادکست قلاب گوش میکنید. در این اپیزود میخوام در مورد سامسارا صحبت کنم. من این پادکست رو با همکاری سعید داداشی درست میکنم. سامسارا یا همون چرخه تولد و مرگ در بودیسم و هندویسم یه مفهوم کلیدیه. این چرخه نشون میده که زندگی‌های پشت سر هم که بی‌پایان و بدون چرخه مشخصی هستن ادامه دارن و یه داستان بی‌پایان از زندگی ماه که در اون میایم و میریم و هر بار از نو و تازه متولد میشیم تا یه حرکتی کنیم که بتونه کارماهای ما رو پاک کنه و در نهایت به آرامش برسیم. ادعای هندویسم اینه که هیچ چیز یگانه و جالبی در مورد زنده بودن وجود نداره و این ادعا یه جورایی هم مفیده و هم اصیل. وقتی با بی‌علاقگی به مسائل نگاه کنیم، خیلی از بدبختی‌ها و رنج‌ها رو تحمل می‌کنیم، چون نیاز داریم با تلاش زیاد بزرگ بشیم، مسئولیت به عهده بگیریم، یه حرفه یاد بگیریم و خانواده تشکیل بدیم. جایگاه خودمون رو در جامعه پیدا کنیم، اونم جامعه‌ای که پر از غیبت و ریا و دروغه. تماشا می‌کنیم کسایی که دوستشون داریم بیمار میشن و میمیرن و در نهایت جسم خودمون هم تسلیم پیری میشه. فکر کردن به متعالی بودن زندگی از نگاه آیین هندو یه خطای اساسیه. هندویسم میگه که هدف ما باید این باشه که یک بار برای همیشه زندگی کنیم و این نقطه‌ایه که قله واقعی هستیه. در واقع آیین هندو و تفکرات هندویسم معادله غربی رو معکوس میکنه و میگه گناهکاران و جاهلان مجبورن برای همیشه زندگی کنن و افراد صالح و بیدار این شانس رو دارن که بتونن یک بار برای همیشه زندگی کنن و بمیرن. میگه اگه مراقب نباشیم و از رحمت و مهربانی کافی با اطرافیانمون برخوردار نباشیم، ممکنه در معرض مجازات نهایی قرار بگیریم، یعنی مجبور بشیم تا ابدیت زندگی کنیم. نماد این تداوم وحشتناک هم چرخ 8 پرده سامساراست. این چرخه طبیعت بیرحمانه بیوقفه زندگی رو تداعی میکنه، یعنی ما مدام میریم و میایم مگر اینکه آگاهانه از اون خارج بشیم. اینطور نیست که با همین جسم تا ابد ادامه بدیم، نه. با توجه به فرایند سامسارا ما با جسم‌های مختلفی مدام به این جهان برمیگردیم. شاید براتون جالب باشه بدونید که سامسارا در قلمرو حیوانات هم کار میکنه. یعنی چی؟
یعنی اینکه ممکنه روح پایدار ما که در هندویسم بهش میگن آتمان بعد از مرگمون به بدن یه سگ یا عنکبوت منتقل بشه. حالا آتمان چیه؟ آتمان کلمه‌ایه که معنی خود، روح یا جان رو میده. به باور هندوها یه روح واحد کیهانی وجود داره به نام برهمن و هر موجود زنده‌ای هم یه روح ذاتی، پایدار و خدایی در درون خودش داره که با برهمن یکیه. اون چیزی که کیفیت تناسخ رو تعیین میکنه درجه کارما یا فضیلتیه که در زندگی فعلیمون به دست میاریم. این یکی از اون دلایلیه که ما رو مجاب میکنه با دیگران مهربان باشیم و درست زندگی کنیم. هندویسم احترام و مهربانی زیادی برای موجودات زنده دیگه قائله. در این آیین وقتی به یه خرچنگ یا زنبور نگاه میکنیم نباید فکر کنیم که اونا از ما متفاوت هستن. به خاطر همینه که اکثر هندوها گیاهخوارن، چون نمیخوان عموزاده خودشون یا معلم جغرافیاشون رو مثلا بخورن. در فرهنگ شرق بدبینی به شکل شریفی در مرکز توجه قرار داره و ما مجازیم که گاهی وقتا احساس خستگی و نارضایتی کنیم. ما بدون اینکه آگاه باشیم از آغاز خلقت زنده بودیم و این ناآگاهی خسته کننده و حوصله سربره. ترفند واقعی اینه که به اندازه کافی خوب و عاقل باشیم تا یاد بگیریم یک بار برای همیشه بمیریم. این اپیزود کوتاهی بود، پیشکش شما شد. اگر دوست داشتید در مورد آیین هندو و برهمن و ارتباطی که تفکرات آیین هندو با تفکرات مولانا و گفته های مولانا داشته صحبت کنم، برام کامنت بذارید. خوشحال میشم و همه کامنت ها رو میخونم. امیدوارم که باز هم بتونم ادامه بدم این مسیر رو و پادکست درست کنم و با شما در ارتباط باشم و بتونم صحبت کنم باهاتون. متشکرم که این پادکست رو هم گوش دادید. اگر دوست داشتید این محتوا رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا به رشد پادکست قلاب کمک کنید و آرزو میکنم در زندگی خودتون شاد و پیروز و در پناه برهمن باشید.